پشتی دریای سینور و گمرکان نها حکومت عراقی داخواز را دستگرنا همو دهاتین باشور کردستانی دکه. هاترا کاندن گود جوینا انجمن وزیران عراقی ده. سرک وزیر عراقی علی زیدی داخواز وگرینا همو دهاتین باشور کردستانی با بغدای کریه. دی جوینا شوا بوریا انجمن وزیران عراقی ده دنافبر سروک وزیر عراقی و وزیر داده عراقی خالد شوانی ده که وزیر کی کرده درباره دهات و شایسته اندارایی هرما کردستانی ده راگشی نقاشه که گرم درکت. سروک وزیر عراقی دا خوازا زلالمندی کریه و راگهاندیه که پیوسته همو دهاتین باشور کردستانی با آوائی کی زلال و شفاف و گرم بغدای. هرگلیه نقاشی بوی آوائی نه. اف نقاشاتوند دی جوینه ده لسر مجارا بودجه موشه و مافین دارایی باشور کردستانی درکتیه. وزیر داده خالد شوانی داخوازا شاندنا موچه فرماندارین کردستانی کریه و بحثا روشا زوین گازین کور موره کریه. دی دما نقاشه ده وزیر دارایی عراقی فالح ساری نرازیبون نشاندایه و گوتیه مدسه سالان ده 22 تریلیون دینار دانه هرما کردستانی و وجپارا خوزی ده تربریه. سروک وزیر علی زیدی جی داخوازا زلالمندی ده داهاتین کردستانی ده کریه و گوتیه که دوی همو داهات رادستی بغدایی ببن. لی بلی وی تکس کریه که اوجبو چاره سرکرنا پرزگریکان هاتیه نجبو آفراندنا قیرانی نو. هر چقاس آلوزی چه ببجی سروک وزیر عراقی دای زانین که پرزگریکاوی بباشور کردستانی را تونیه و اف بیام دایه. ام همو دناو عراقی ده یک جانن. از هاتمه دا کو پرزگریکان چاره سر بکم نه کو پرزگریک نو درخم. جبرویه که از آماده هر جوره نبوم و جهفته گشتنی ما به هرما کردستانی را. هر چقاس اف گوتو پیش هبنجی هین بفرمی تبریار لسر شاندن آن نشاندن موچین مها حزیرانیین موچه خورین هرما کردستانی نهاتیه دان.